برادران و خواهران اسلامی، من اولین میخواهم سلام خود را به شما رسانم. وقتی که من امروز از اینجا میگذشتم، من خیلی برادرهای ریشدار و خواهران حجابدار را دیدم. در حقیقت این دل مرا خیلی خرسند کرد. اگر شخصی که الله و اسلام را دوست دارد، آن وقت این خیلی گوارا است اسلام را دیدن. این خیلی خوشحال کننده است وقتی که انسان ها با در اسلام عمل میکنند. این خیلی مهم است وقتی که با ایمان علاقه دارد. بعدا من فکر کردم وقتی که رفیق پیشینه خود را دیروز پیش آوردم. ما علاقه 20 سال باز یکدیگر را میشناسیم. اگر من این حالت امروزه او را 20 سال پیش میدیدم، من خشمگین شده میگفتم شما نگرید به این خارجیان که آمده در اینجا رومای خالهشان در سر این طرف و آن طرف میدوند. اما سپاسگزارم الله را که مرا به راه راست هدایت کرد. برادران و خواهران اسلامی، من به شما فخر میکنم. من به شما یک چیز را گفتنیم، ما انشاءالله این دین را نصرت میدهیم. هر حادثه که به ما روح ندهد و الله ما را حفظ کن. الله جل جلاله در قرآن میفرماید: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. بدرستی که برای شما، برای کسی که ثواب خدا و روز آخر را امید دارد و خدا را بسیار یاد میکند، در کار پیغمبر خدا اقتدایی پسندیده هست. اولا صحابگان بودند. وقتی که این آیت نازل شد، برای کسانی که ایمان به الله و روز قیامت دارد، اگر کسی که میخواهد به دوزخ رود، برای آن پیامبر صلی الله علیه و سلم مثال خوبی نیست. اگر کسی که میخواهد به بهشت رود، برای آن مثال خوبی هست. حاضر ما را میپرسند برای چه مثال خوبی است؟ شما بگویید برای آنکه الله او را برای ما فرستاد. اما من حاضر میخواهم مثال فهمای بیارم تا که برای قلبهای شما جای گیرد. اولا وحی که بر او می آمد از جانب الله بود. چی طوره که الله در قرآن میفرماید: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. او آن خدای است که در میان ناخواندگان پیغمبر از خودشان برانگیخت که بر آنها آیات او را میخواند و آنها را پاک میکند و به آنها کتاب دانش را میآموزد. همانها آنها پیش از این در گمراهی ظاهر بودند. از اینجا معلوم می شود که آنها دو چیز داشتند: تا که علم آموزند، کتاب که این قرآن است، و دانش این چیست؟ این سنت است که پیامبر بر آنها آموزاند. و باز الله می فرماید: والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. Das heißt, ja, سوگند به ستاره‌ای که فرو افتاد، این یار شما یعنی محمد گمراه نشد و راه را غلط نکرده است و سخن از خواهش نفس نمیگوید. نیست گفتارش مگر وحی که به او فرستاده می شود. از اینجا برمی آید که پیامبر صلی الله علیه و سلم بهترین مثال است برای پیروی کردن، برای آن که او انسانی از همه خوب بود و وحی نیز بر او می آمد و پیامبر صلی الله علیه و سلم مثال برای پیروی برای آن است که از همه دیده آداب خوب داشت. الله در قرآن می فرماید: و به درستی که تو بر خوی بزرگ هستی. اگر تو از مسلمانان سوال کنی برای تو محمد صلی الله علیه و سلم بهترین مثال هست، هر یک مسلمان میگوید بله. اگر از آنها پرسی پیامبر بهترین اخلاق داشت، همه این مسلمان میگن بله. باور کنید وقتی که در کوچه میروی، از 100 مسلمان پرسان کن کدام صفتها را
پیامبر صلی الله علیه و سلم دارا بود؟ میدانید شما چی پاسخ میگیرید؟ ممکن آنها به شما 5 و یا 6 صفت گوید. راستقول، مهربان، سخاوتمند، دلیر، انسان دوست و یک چند صفت دیگر را اینچنین باور کنید. من باور ندارم که کسی یافت شود که به غیر آن شخصانی که به دعوت مشغولند نامبر کند یکی از صفتهای او را که دنیا را دیگر کرده است. یکی از صفتهایی که دنیا را عوض کرد، مردانگی، ناترسی. حالا من از خودم سوال میکنم برای چی بسیاری از مسلمان ها از این صفت ها بی‌خبرند؟ وقتی که از اونها سوال میکنی درباره این برای تو چیزی نمیگند. این را در کجایی که پرسی چنین پاسخ میگیری. تو سوال کن در مراکو، در تونس، ترکیه، پاکستان، آنها تنها پاسخ میگن خندیدن، انسان دوست بودن. برای چی؟ هیچگاه از صفتهای پیامبر صلی الله علیه و سلم نمیگویند که او چگونه ناترس بود و نقشه میکشید، عمل میکرد. برای چی؟ ما پرسان میکنیم برای آن که دانیم، برای که فایده میآید. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم مثال خوبی برای ما در همه کار باشد، اگر ما یک حصه دینی خدا بگیریم برای ما برتری است. این تنها شیطان ها هستند. کیان دیگر؟ دشمنان اسلام. کیان دیگر؟ ترسانچکان و منافقان. آنها نباید ناترس باشد. با آنها چیزی را اثبات کردن لازم نیست. در کرسی های خودشان نشسته در نزدشان تارتخواه میگویند حالت ما خیلی خوب است، خوراک هم خیلی زیاد داریم، خاموش باش و این حالت خوبی ما را از بین نبر. برای چی؟ برای اینکه مردانگی این محرک است. مردانگی این محرک است و به محرک حرکت نیست. لازم می شود تا که ماشین را تیله بدهیم. مردانگی و دلیری این مثل محرک است که به محرک حرکت کرده نمی شود و به بلندی برآمده نمی شود و بلندی وقتی ما نبرآمدیم عوض شده نمی توانیم. وقتی که ما خودمان را عوض نکردیم در حالت می مانیم که حالا ما هستیم و کی راضی است که عین حال در چنین حالت قرار داریم. کدام مسلمان میتواند راضی باشد در این حالت که من به شما میگویم که بسیاری مسلمان ها به این حالت راضی اند. یک برادر به من گفت یک برادر نقشه میکشد برای جای قرآنخانه در گرمانیا. در یک کنج مسجد ورقه ها تقسیم میکردند برای روز گشاده شوی مسجد و بعد آن گفت من میخواهم که یک جن ورقه ها را گرفته به مردم تقسیم کنم، شاید که این برادران در روز گشاده شوی مسجد بیایند. و بعد به آن گفت امام مسجد التماس این لازم نیست، ما نمیخواهیم که برای خودمان مشکلات ایجاد کنیم. اگر برای ما این خوب است باید ما این را همین طور گذاریم. این برای آنها خوب است. روزهای جمعه برای درس آموزی 10 نفر می آید. وقتی عالم ها دعوت می کنند 30 نفر می آید. چین خوب است. برادر در شهر شما چقدر مسلمان است؟ ما حساب کردیم 1% برای آنها این خوب است. انا این است پرابلم. باور کنید این است پرابلم. ما نمیخواهیم که از برای چنین ترسانها در مشقت باشیم. لا اله الا الله محمد رسول الله. تکبیر تکبیر تکبیر. برای همین ما باید همیشه تیار باشیم که افزایش بیابیم. برادران دلی من پاره می شود، دلم خونشار می شود وقتی من می شنوم که 1% برادران ما هستند. برادران چقدر ما از پیامبر صلی الله علیه و سلم دور شده ایم.
این است مردی او. ما حاضر به این موضوع برمیگردیم برادران و خواهران. اول ما سخن‌هایی میشنویم که باید اولا ما نشسته علم آموزیم. بله شیخ، و بعداً چیکار کنیم؟ و بعداً باز نشینید علم آموزید. و بعداً چی کنیم شیخ؟ ما میخواهیم که اصلاح شویم. من میخوام مردم را به سوی اسلام دعوت کنم. نه نشین علم آموز. خوب وقتی از مسجد برآمده به آسمان نگاه کرده میگوییم که غالبیت از آسمان افزیده است. خوب باز نشسته خواندن لازم. من ضد علم آموختن نیستم، اما این حالت بعضا نفران است که تنها نشستن آموختن. بعداً چی؟ باز نشستن آموختن. من ضد آموختن نیستم. من خودم نیز علم می آموزم. هر روز الحمدلله الله علم ما را زیاد کند. اما در اسلام این نیست که تنها نشینی و علم آموزی و در عمل اجرا کنی. آموزی و در عمل اجرا کنی. من این را از نزد خود نمیگویم، این را قرآن میگوید. وحی اولینه که به پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد کدام بود؟ اقرا. این معناش خواندن است. و بعداً چی آمد؟ برو عملا اجرا کن. و بعداً باز آمد برو عملا اجرا کن. این معنا را دارد که برهز اجرا کن. اما برای اجرای این به ما مردانگی لازم است. اولا ما باید ببینیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه مردانگی داشت. وقتی که او به کوچه ها می رفت از قفایش ابولهب نیز روان می شد و به آدمان سخنهای ناسزا می گفت در حق پیامبر، چگونه که امروز با ما گفته می شود. در گوجه‌ای که ما نباشیم واسطه های اخباری عامه ما را سلفی می گویند. Radikalisten, Misten, Chisten, was weiß ich, was sie für Wörter haben. Ja? Aber jetzt, خوب پیامبر صلی الله علیه و سلم چیکار میکرد؟ وقتی که مشرکان بر او ناسزا میگفتند، باری هم گفته بود واسطه های اخبار عامه. در آن زمان واسطه های اخبار عامه ابولهب بود و دیگر مشرکان که ناسزا میگفتند پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که خوبش من دعوت را وقت میکنم، خوبش من با همان 40 صحابه خودم دوام میتیم، این برایم خوب است. نه، این طور نکرد. او دوام داد دعوت خود را و برایش فرق نبود که با او چه حادثه می شود. و به نزدش عقبه ابن معیط آمد. بسیار از سوی قصد به پیامبر صلی الله علیه و سلم در نزد کعبه انجام میافت. این معیط شکم شتر را به پیامبر صلی الله علیه و سلم پرتافت و بعداً فاطمه رضی الله عنها آمده او را از روی پیامبر صلی الله علیه و سلم گرفت و بعداً پیامبر صلی الله علیه و سلم برهست و گفت نام 6 نفر را گرفت که آنها در کجا هلاک شدند؟ در بدر همش آنجا هلاک شدند. یک روز پیامبر صلی الله علیه و سلم در گرد کعبه دور میزد، طواف میکرد و قریشی ها در نزد کعبه نشسته بر او صلی الله علیه و سلم میخندیدند. در یکم دور بر او میخندیدند، در دوم دور بر او میخندیدند، در سوم دور او ایستاد و به آنها نگاه کرد. آنها در تعجب افتادند. او گفت ای قریشی ها، مرا گوش کنید. من برای آن آمدم که شما را قتل کنم. پیامبر صلی الله علیه و سلم خودش تنها در نزد قریشی ها ایستاده بود. فاطمه رضی الله عنها آمده به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت آنها میخواهد تو را بکشد. و بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم چیکار کرد؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم طهارت کرد و آمد به کعبه. وقتی که مشرکان او را دیدند حیرت زده شدند و چهره‌هایشان تغییر یافت و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم شده از زمین کمی خاک گرفته به طرفشان پرتافت و گفت الله شما را بدسیرت کند.
اما که پیامبر صلی الله علیه و سلم ابو طالب او را حمایت میکرد، همسرش خدیجه رضی الله عنها تا مردن او را یاری میکرد. بعدا پیامبر صلی الله علیه و سلم به شهر طائف رفت. قبیله طائف بر او سنگ میزند که خون مبارکشان به تمام اعضای بدنش جاری میشد. بعدا او برگشت، باز به مکه آمد. بعد همه این مشقت ها او باز میگردد به سوی مکه. زید بن حارث گفت یا رسول الله، چگونه تو میخواهی که باز به مکه برگردی؟ شما تصور کنید او را میخواستند آنجا بکشد. عمکش ابو طالب وفات کرده بود، همسرش خدیجه رضی الله عنها وفات کرده بود و در طائف مردم او را قبول نکردند و به همه این نگاه نکرده پیامبر صلی الله علیه و سلم به مکه برگشت. زید بن حارث پرسید یا رسول الله، چگونه تو میخواهی که به مکه درآیی؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم با او گفت آ زید، الله برای ما نشان میدهد که چطور از این حالت براییم. تو حاضر چی را میبینی؟ الله دین خود را نصرت میدهد، پیامبری خود را نصرت میدهد. ببینید که پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه استادگری میکرد. چرا امروز ما استادگری نمیکنیم؟ ما به کجا رفته ایستاده ایم خودمان نمیدانیم. در یک مسجد گفتند بیایید پیر فاگل را در موعظه امروزه دعوت نمی کنیم که از قفای او دایی مقامات های دهالدار نظارت میکند. نظارت میکند. شما چطور تیار نیستین با کاری که از قفایتان کسی نظارت میکند؟ برادران صحابگان را چقدر عذاب میدادند. بعدا میگن پیر فاگر ناترس است. من ناترسم؟ من چیز انجام ندادم. این هیچ علاقه به مردانگی ندارد. گوش کنید، من نمیخواهم که کسی از قفای من نظارت کند. من میخواهم کسی مرا ناراحت نکند. من میتوانم از پلیس ها خلاص شده در اینجا چی مشکلی است؟ پلیسیا ما میشود حالت هایی که بیایند ساعت 6 سحر زنگی در را زیر کند، گویند ما میتوانیم داخل خانه شویم. یک لحظه انتظار شوید، میدارند چیزا را میگیرند و تو آنها را بعدا باز پس میگیری. برادران صحابگان را پاره پاره میکردند. شما باشید در کوچه های گرمانیا پنهان شده راه میروید. این چی حال است با شما؟ ما در کجا قرار داریم؟ بعدا آنها میگویند ما در زمان اول عصرهای اسلامیم. در عصرهای اول اسلام مگر تو را میزدن؟ سمیه رضی الله عنها را در اول عصرهای اسلام کشتند. مانند کردن زمان ما را به زنان اول عصرهای اسلام. این مثل که شما یک راهروی تنگی را به میدان فوتبال بازی مانند کرده اید. برادران این یک چند مثال پیامبر صلی الله علیه و سلم بود که ما باید در عمل اجرا کنیم. در جنگ هندک 10,000 جنگاور نزد مکه ایستاده بود. صحابگان 3,000 بودند. کمی شبهه کردند اما این ترسانچگی نبود. ترس چند نوع می شود. اول مسئولیتناک بودن نزد الله این ترس است که تو نزد الله کفر و به اعتقادی نکنی. صحابگان کرام از این ترس داشتند، نه از دشمن. و ترس دیگر مثال تو در نزد شیر هستی. این باید خوب است. و ترس دیگر این که خیلی پهن شده است، ترسیدن از کسی که برای تو هیچ لازم نیست. این را ترسانچگی میگویند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی ضد آنها دعا کرد. برادران مردانگی پیامبر صلی الله علیه و سلم چقدر قوی بود. شما به خاطر آرید
تاریخ را وقتی که وصف مردانگی پیامبر صلی الله علیه و سلم را میکند، برای من بزرگترین حادثه های تاریخ اینهایند در حیات آدمیزاد. جنگ حنین. در این جنگ پیامبر صلی الله علیه و سلم خودش تنها در مقابل دشمنانش مانده بود. In einem Zeitpunkt praktisch alleine vor dem gegnerischen Heer. Wie viele waren die Gegner? چقدر دشمن بود در حنین؟ 42,000. شما فکر کنید وقتی جنگ آغاز یافت بعضا از صحابگان در تعجب افتادند از زیاد بودن دشمنانشان و بسیارشان گریختند و 12 نفر از 12,000 صحابه در جای خود ماندند و باقی مانده در اول گریختند. اینا در سوره توبه ذکر میکند. إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. شما می توانید این را در سوره توبه بخوانید که 12 نفر در جایشان ماندند و باقی مانده گریختند و یک نفر در جایش نایستاد و به طرف 42,000 دشمن هجوم کرد. در آن وقت آن نفر 60 ساله داشت. این نفر 60 سال داشته پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. او هجوم کرد به طرف 42,000 دشمن هجوم کرد. و او گفت من پیامبر صلی الله علیه و سلم هستم، این دروغ نیست و من پسر عبدالمطلبم. و صحابگان او را سخت قپیدند. ابو سفیان آن وقت اسلام آورده بود. او از اسب خود در میان چنگ فرود آمده به آسمان دست خود را برداشته و گفت یا الله نصرت بده مرا. و از زمین خاک گرفته به طرف آن 42,000 پرتافت و گفت یا الله این قوم را خوار و ذلیل کن. شخصانی که بعد این اسلام آورده بودند گفتند وقتی ما این حالت را دیدیم دلهای ما مثل آن بود که تیرهای آهنین بر این دلها میزدند. دلهای آنها میلرزیدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم خودش تنها 42,000 دشمن را به زمین یکسان کرد. شما این را فکر میکنید؟ و او صحابگان خود را فریاد کرد و آنها را از آنجا پیش کردند. انا این است مردانگی. باید این چنین باشد مردانگی. چگونه ما میتوانیم نشینیم وقتی که چنین تاریخ را میخوانیم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابگان را ناترسی تعلیم میکرد. ما باشیم خودمان را ترسانچکی بی‌غیرتی و مثل موش پنهان شده میگردیم. این خیلی خطرناک است. ببینید که پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابگان را چگونه تعلیم میکرد. فاطمه بنت الخطاب خواهر فاروق اعظم پیش از اسلام آوردن عمر او را عمر زد، اما او گفت بکن چی کاری میکنی، ما اسلام آوردیم. Ach, da ist Fatima stehen und hat gesagt, mach was du willst. Wir haben den Islam angenommen. جعفر ابو طالب نشسته بود نزد پادشاه نجاشی. آنها را در هر حالت می توانستند به مکه باز روان کند. وقتی نجاشی در آمده همه تعظیم کردند غیر مسلمان ها. او گفت ما تنها الله را سجده میکنیم. و مسلمان های امروزه میگن ما میتونیم در کار شما یاری کنیم. در دین شما حجاب فرض است. میگن نه وقتهای پیشین آفتاب سخت گرم بود به همین خاطر حجاب میکردن. اخوک را خوردن حرام است. نه آن وقتهای خلالدینی نبود برای همین نمیخوردند. انا این گونه هستند مسلمانان امروزه ما. انا این از ذلت. جعفر ابو طالب پیش نجاشی ایستاده بود، او را پرسان کرد شما چی فکر دارید درباره عیسی پسر مریم؟ جعفر تنها گفته توانست که او انسان خوب بود، مردم را تبابت میکرد. جعفر اولین چیزی که گفت او بنده الله بود.
Das erste, was der erwähnt. اولین چیزی که گفت او بنده الله بود. او میتوانست سخن را این طرف آن طرف ببرد و خاموش شود، اما او یک بار گفت عیسی علیه السلام بنده الله است. انا این را میگویند مردانگی. این گونه پیامبر صلی الله علیه و سلم تربیت میکرد صحابگان را. بلال ابن رباح رضی الله عنه در زمین ها کشاله میکردند، اما احد میگفت. ما میگوییم در زمان اول اسلام زندگی داریم، کدامی از شما را چنین کردند؟ عثمان ابن مظعون یکی از صحابگان بزرگ بود که اولین شده در مدینه وفات کرد. یک روز مرد آمده مردم زیاد را جمع کرد، همه به آن طرف میرفت. و عثمان نیز به آنجا شتافت و آن نفر میخواست که دین اسلام را تحقیر کند. عثمان در بین مردم در آمده گفت تو کافری. و آن به عثمان حمله کرد، ضربه زد که زیر چشم سیاه گشت و او گفت که این سیاهی زیر چشم نشان میدهد که تو در راه الله این گونه شدی. انا این از مردانگی. انا این گونه بود اثرهای اول اسلام. و در جنگ احد طیبر عبدالله دست خودش را گذاشت که به پیامبر صلی الله علیه و سلم تیرها نرسد. مشرکان می‌خواستند غیرت او را بسنجد و با خنده مسخره می‌پرسیدند تو نمی‌خواهی که در جای تو محمد باشد؟ dass der Prophet Mohammed, also sie sagen natürlich nur Mohammed a.s. an deiner Stelle ist, dann sagt Khubayb sinngemäß, او میگفت ما به جای تو میشدیم جانهای خود را قربان میکردیم که تا به پای پیامبر صلی الله علیه و سلم خار نخلد. Da würde ich sogar mein Leben für opfern. Ja. خالد بن ولید صحابه‌ای که پیامبر صلی الله علیه و سلم تربیتش کرد، وقتی که به فارس‌ها لشکر کشید و به سردار آنها گفت من به اینجا به نفرانی آمدم که مرگ را چنان دوست می‌دارند مثل که شما زندگی را دوست می‌دارید. و این مردانگی بود که آنها را الله نصرت می‌داد. این گونه مردانگی سبب می‌شد که قوم‌ها اسلام می‌آوردند. برادران و خواهران اسلامی، من برای شما یک چیزی را میگویم. اگر شما به نفران ترسو و بی‌غیرت هم صحبت باشید، ما نیز شما را به چیزهای سخت دعوت نمی کنیم، اما این را فراموش نکنید که مسلمان باید مردانه زندگی کند، در عزت زندگی کند. این را قرآن میگوید. این کتاب مهم است از همه چیزهای دیگر. اگر ما مردانگی و جسارت نداریم، حداقل گوید که الله برای ما از همه کس و از همه چیز داده بالاتر است. من باید شخصی را گویم که اگر تو اسلام را قبول نکنی تو دوزخی هستی. این مردانگی نیست. وقتی که نگویی که قرآن مهمترین کتاب است، از دیگر کتابان دیده و بعداً به من بگوید حمزه تو دعوتت را منع کن، دیگر دعوت نکن. اما من برای شما میگویم این مردانگی برای دین ما لازم و ضروری است. به همین خاطر من به شما دعوت میکنم برخیزید و مردم را به سوی اسلام دعوت کنید. بگوید که هر یک صدای کار دل و نفس برای این مردم است و الله ما را نصرت بدهد که اسلام را به هر دری از خانه های گرمانیا برسانیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود
لا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخل هذا الدين. الله هیچ یک خانه ای را نمیگذارد که به آن خانه اسلام رفتن نرسد. اینجا سوال به میان می آید تو تا امروز به این دین کی را دعوت کردی؟ یا الله ما را حفظ کن. ان شاء الله. Wollt ihr nochmal Takbir haben? Takbir! Das hört schon brutal an, ne? Nochmal. Takbir! 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 جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از همه آبونچیان شبکه ما خواهش داریم که به شبکه نوی ما آبونه شوند، زیرا که ما علاکه چندین بار است که از طرف یوتیوب شکایت میگیریم و اگر این گونه حالت دوام دادن گیرد ممکن است که شبکه از بین رود. البته همه این از طرف دشمنان اسلام انجام داده می شود، ولی اگر شما میخواهید که از نوارهای ما دائما بهره برید و میخواهید که شبکه ما باقی ماند، پس به شبکه احتیاطی ما حتما آبونه شوید. در این شبکه نو ما نیت داریم که نوارهای پیشین و این چنین نوارهای نو را نیز پخش کنیم. سراغه این شبکه را من در پایان همین ویدیو میگذارم. جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم.